میگه هر لحظه ای که این تماس میکشید و به من پیام میداد که من بهتر شدم و خوبتر شدم و نماز میخوانم، قرآن میخوانم، یک بار الحمدلله میگفتم و دعا میکردم در حقش که خدایا هدایت نصیبش بگردان. ساره را داستانش را شنیدین. ساره یک خواهری هست که چند سال شده، شاید 5 سال یا 6 سال شده وفات کرده. این داستان رو گوش کنید. ای کاش که خدا ما را مثل ساره بگردانه. عمر خالد رحمت الله علیه یا حفظه الله هنوز زنده است. عمر خالد هنوز زنده است. در یک کتاب خود قصص الهدایه خودش میگه این داستان به خود من اتفاق افتاده است. به این داستان خود من وسط این داستان هستم، از اول تا آخر این داستان. فرمود روز از روزها داخل کامپیوتر من یک ایمیل آمد. میگه من را باز کردم، در آغازش نوشته بود از خواهر شما ساره. میگه من شروع کردم این داستان را مطالعه کردم. ساره در داخل این داستان گفته بود که من دختر لبنانی هستم، پدر مسلمان مادر مسیحی است. پدر مسلمان مادر مسیحی است. من 10 سال خود را به لبنان تیر کردم. لبنان کشور اسلامی است. 10 سال به لبنان تیر کردم، اما به اسلام آشنایی نداشتم، فقط میدانستم من مسلمان است. میگه بعدش پدر و مادر من سفر کردن، رفتن به استرالیا. امروز چقدر آرزو داره جوانان که برن به کشورهای خارج، کشورهای غربی اروپایی. عزیزای من، به کشورهای غربی اروپایی، اونجا چیزی که از دست میدهی تو وقار و شخصیت تو است. چیزی که از دست میدهی تو اسلام ناب و عزیز تو است. اونهایی که اوجه هستن، اسلام خود را حفظ کردن، تقوا و پرهیزگاری میکنن، خوشا به سعادتشان از این جا برایشان میگویم پروردگار جنت نصیبشان بگرداند. میگه وقتی ما به استرالیا رفتیم، ساره میگه چیزی که ما از دست دادیم اسلام بود. چیزی که از زندگی ما کوچ کرد اسلام بود. ما اسم قرآن را شنیده بودیم اما از قرآن چیز نمیدانستیم. میگه سن من رسید و 20 ساله. بعد از 20 سالگی پدر و مادرم از هم جدا شدن، طلاق گرفتن. بعد از جدایی پدرم رفت با زن دیگه ازدواج کرد، مادرم رفت با مرد دیگه ازدواج کرد. تنها من ماندم وسط. میگه پدرم هم رفت، مادرم رفت، من در استرالیا تنها ماندم. داخل دانشگاه درس میخواندم، با یک جوان غربی آشنا شدم. تمام کار فجیع و فحشایی که بود با این جوان غربی انجام میدادم. به اصطلاح جوانای امروزی بای فرند من بود. یعنی تمام گناهانی که بود به همراه این جوان من انجام میدادم. ساره میگه در نیوزیلند کشور است که هر سال در اوج نمایش گذاشته میشود زیبایی زنان. باز یک ملکه زیبایی در اوج کامیاب می شود. میگه من به این ملکه زیبایی کاندید کردم خود را. در مرحله اولش کامیاب شدم چون خیلی زیبا بودم. کامیاب شدم. در ماه مبارک رمضان پیش تلویزیون نشسته بودم، یک برنامه تلویزیونی نگاه می کردم، برنامه دیدار با دوستان یا برنامه دیدار از جنت. کیر عمر خالد حفظه الله میگه این برنامه را من پیش می بردم. ساره میگوید در وسط این دیدم نمبر هست، شماره هست. این شماره را گرفتم چون بعد از شنیدن این برنامه یک آتش در درون من شعله‌ور شد. یک احساس به من پیدا شد، گویا گم شده خود را قریب از بیابم. گویا آرامش در دل من سنگینی میکند. میگوید من به این شماره تماس کشیدم. عمر خالد میگوید من تماسش را برقرار کردم. بعد از این که تماسش را برقرار کردم به من گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، من یک خواهر شما از استرالیا هستم. من مسلمانم ولی از مسلمانی هیچ نمیدانم. میگه به من گفت من در 22 سال اینقدر گناه کردیم که هیچ دروازه گناه نباشه مگر ما او را یک بار دق الباب کردیم. عریانی و برهنگی بدن من هزارها چی میلیونها انسان در کره زمین دیدن. من خب ملکه زیبایی رفته انتخاب کاندید کرده بودم خدا، همه بدن لخت مرا دیدن. عمر خالد میگوید این خواهر به من گفت که مرا خدا میبخشه.
توبه مرا الله قبول میکنه؟ میگه امیر خالد میگه بعد از اینکه این سخن از زبان شنیدم گفتم خدایا تو چقدر بزرگی، خدایا تو چقدر عزیزی، تو چقدر مهربان هستی، حتی در پسترین مراتب انسان مشتاق دیدار تو هست. حتی بدترین انسانهای روی زمین وقت تنهایی را احساس میکنن مشتاق دیدار تو میشوند. میگه برش گفتم خواهره تو چی میگی؟ در رحمت پروردگار باز است، بیا الله در قرآن میگه فاین تذهبون، کجا میری؟ به سمت ما بیا، در پروردگار باز است. میگه همین گفت و گوشی را قطع کرد. 2 روز تیر نشده بود به من تماس کشید، گفت ای بزرگوار میشه که تو یک برنامه به من بفرستی که من نماز یاد بگیرم؟ به بهانه میدهندد. امروز تو هم آمدی، شاید ما از ساره بدتر و زیادتر گناه کرده باشه. هر کدامتون همی احساس بکنید اقدر ای الله کریم و مهربان است، گمان بد به الله نکو عزیز من. بیا امروز از ته دل توبه بکن، عزیز خدا میشوی. بگو الله اکبر. میگه به من گفت که یک برنامه بفرست که من نماز یاد بگیرم. میگه برنامه برش روان کردم. بعد از 2 روز باز به من تماس کشید، به من گفت که میشه که 1-2 تا حافظ قرآن آوازش به من روان بکنی؟ که من یک کمک دق شدیم پشت آواز پروردگارم، پشت کلام پروردگارم. ما خب موسیقی زیاد شنیدیم. امیر خالد میگه من مشاری راشد را آوازش را برش فرستادم. میگه بعد از 2 روز باز تماس کشید. 2 روز میگه فاصله نمیگرفت. بعد از 2 روز باز تماس کشید. میگه گفت که ای بزرگوار ما او بایفرند خود را ترک کردم به خاطر خدا. میگه هر لحظه ای که این تماس میکشید و به من پیام میداد که من بهتر شدم و خوبتر شدم و نماز میخوانم، قرآن میخوانم، یک بار الحمدلله میگفتم و دعا میکردم در حقش که خدایا هدایت نصیبش بگردان. خدایا این بنده بیچاره تنها هست. ای عزیزانی که در کشورهای غربی هستین و تنها ماندین، نه اونجا مسجد است، نه آواز عالم شنیده می شود، نه آواز اذان شنیده می شود. وقتی که تنها ماندی یک کسی هست که آواز تو را بشنود. از الله بخواه که خدا به تو هدایت نصیب بگردانه، همون هدایتی که به ساره نصیب گردانید. میگه بعد از 2 روز باز تماس کشید، به من گفت ای بزرگوار من حجاب کامل اسلامی کردم، به من دعا کن که خدا مرا ببخشد. میگه من گفتم الحمدلله، حمد و ثنا و ستایش آن ذات راست که هر گمراهی را بخواهد هدایت میکند، هر گمراهی را بخواهد هدایت میکند. یک دعا برات یاد بتم عزیز من، وقتی که گاهی وقت تنها شدی به یاد گناهانت افتادی، دیدی که بسیار گناه زیاد کردی، ضعیف و ناتوانم شدی، دستت بلند کنی تو دعا کن خدایا اگر تو مرا ببخشی کی هست که تو را بگوید که نبخش؟ خدایا اگر تو مرا ببخشی کی هست که به تو بگوید نبخش؟ اگر مرا نبخشی غیر از شیطان کی راضی می شود؟ اگر مرا نبخشی غیر از شیطان کی راضی می شود؟ انبیا همه خفه می شود. ساره تماس میکشد به امیر خالد، برایش میگوید که من سردردی پیدا کردیم، 22 سال سن داره، سردردی پیدا کردیم، امروز میرم به پیش دکتر، دعا کنی بزرگوار، نمیفهم که سردردی از چی است ولی من خیلی آزار میده. میگه بعدش نگران شدم، میگه برای من میگفت که من سردردی پیدا کردم، میرم به پیش دکتر، ای بزرگوار اگر زنده ماندم از طریق همین سایت تو بقیه عمر خود را به خدمت دین الله سپری میکنم. اگر 22 سال به خدا پشت کرده
اگر 22 سال از خدا دور خوابیدم، اگر 22 سال از خدا بریده بودم، ای بزرگوار اگر زنده ماندم کل عمر خود را بقیه‌اش فدای الله میکنم. امیر خالد میگوید بعد از چند ساعت به من تماس کشید، برای من گفت ای بزرگوار به من گفتن که سرطان مغزی دارید. دکتر گفته به من سرطان مغزی داری. گفت دکترها گفتن که تو زیاد زنده نمیمونی، یک چند روز دیگر زنده میمونی. میگفت که ای وقتی این سخن از زبان دکترها شنیدم مشتاق دیدار الله شد. حال فهمیدم که وقت ملاقات فرا رسیده. ولی ای امیر خالد تو بدانی که من پیش از این که بدانم به سرطان مغزی گرفتار شدیم توبه کردیم. ای بزرگوار تو شاهد باشی که پیش از این که من بفهمم به مرض به نام سرطان گرفتار شدیم، پیش از دانستن به مرض من توبه کردیم. این توبه به خاطر این درد من نبوده. چی می شود که امروز ما تو هم توبه کنیم؟ پیش از این که تست بدیم به دکتر به ما بگویه که مرض سرطان هستی، بازو اخبار میگردیم به سمت الله. اما چی زیبا هست که وقت نشاط داری، توان داری، انرژی داری، قدرت داری، قوت داری، شهوت داری، به سمت الله برگردی. میگم امیر خالد میگوید بسیار گریه کردم، خیلی زیاد گریه کردم. هر چقدر دوستایی که داشتم برشان گفتم در حق خواهر ما دعا کنیم. میگه روزی که به عملیات میبردن پیش از او به من یک ایمیل گذاشته بود، دو گفته بود که اگر من از این عملیات زنده بیرون نشدم ای امیر خالد روز قیامت به پروردگارم شهادت بدی. به پروردگارم شهادت بدهی که ساره بعد از 22 سال یا الله به سمت تو آمد و توبه کرد از تمام خطاها و گناهایش. میگه بعد خبر شدم که در همون شفاخانه جان به جان آفرین تسلیم کرده است، در همون شفاخانه جان داده است. وقتی الله رب العزت و الجلال با کس محبت بکند فرق نمی کند در کجا زندگی می کند، فرق نمی کند که بعد از چقدر گناه به سمت الله آمده است. الله رب العزت و الجلال میگه بنده تو غم چی را داری؟ اگر به پوری دنیا به گناه به سمت ما بیایی، به پوری دنیا به رحمت به سمت تو میره.